آیا میدونستید وقتی که شما تصادف میکنید و آسیب شدید روحی و جسمی میبینید مستحق دریافت مزایایی مثل حقوق بیکاری، دارو و درمان رایگان، پرستار شخصی در منزل و سایر موارد هستید؟ خب ممکنه بگید ما که از خدمات درمانی رایگان در استان اونتاریو برخوردار هستیم. بله این درسته، ولی این خدمات شامل همه موارد نیست. برای مثال فیزیوتراپی، دارو، جلسات رواندرمانی، ماساژ درمانی خدماتی هستند که مصدومان تصادف به شدت بهش احتیاج دارند و به صورت رایگان در اختیار همه قرار نداره. بیمه خودرو موظف این خدمات رو به صورت رایگان در اختیار شما قرار بده و تا حدی هزینه بکنه که بتونه شما رو به وضعیت روحی و جسمی قبل از تصادف برگردونه. برای مشاوره رایگان در این زمینه میتونید با شماره‌ای که این زیر درج شده با ما تماس بگیرید یا به ما ایمیل بزنید. توجه داشته باشید که مطالبی که در این ویدیو عنوان میشه به هیچ عنوان مشاوره حقوقی محسوب نمیشه و برای قوانینی که دائم در حال تغییرن شما باید حتما با متخصصین این حوزه مشورت کنید.